5 تا کسب و کار کسل کننده و خسته کننده تو امارات که شما رو میلیونر میکنه، کسی هم فکرشو نمیکنه. پنجمیش خیلی هم بد نیست. اولیش لاندریه یا همون خشکشوییه. اینجا مردم همه لباساشونو میدن بیرون اتو میکنن، کسی تو خونه این کارو نمیکنه. بنابراین تقاضا بالا و عرضه پایینه. دوم اجاره مخزن‌های زباله است. شما خودتون میدونید که چقدر اینجا ساخت و ساز میشه، چقدر ضایعات داره و شما میتونید این مخزن‌ها رو اجاره بدید که این ضایعات رو حمل کنن. و این خودش یکی از پردرآمدترین شغل‌ها توی اماراته. سوم خدمات نظافت تجاری. اینجا پر از آفیس، فروشگاه هستش که روزانه باید تمیز بشه. این هم یکی از شغل‌های پردرآمد هست. چهارم تخلیه چاه. پنجم اجاره توالت‌های سیار. شما خودتون میدونید که چقدر فستیوال برگزار میشه اینجا، چقدر ساخت و ساز میشه و این توالت‌ها رو اجاره میدن. شما میتونید این بیزینس ها رو خودتون ایجاد کنید یا حتی بخرید و توسعه‌اش بدید.